تفاوت بازی برای دوربین و بازی برای تماشاگر. درسته که بازی برای تئاتر پیشگامه نسبت به بازیگری برای سینما، ولی کاملا دو تا مقوله جدا. یعنی بازی برای یعنی کسی که بازیگر تئاتر خب خیلی امکانات بیشتری داره که توی سینما موفق باشه، ولی لزوما به این معنی نیست که حتما موفق خواهد بود. چون بازی برای دوربین و بازی برای تماشاگر دو تا کار متفاوتن بچه‌ها. توی بازیگری برای دوربین بچه‌ها چند تا اتفاق میفته. یک، بازیگر برای تئاتر با بازیگر همراه خودش، پارتنر خودش، همراه خودش مواجهه چی داره بچه‌ها؟ مستقیم داره. درسته؟ روی صحنه سعید تو با بازیگر مقابل مواجهه مستقیم داری. یعنی اون هرچه بالا بره تو واکنش آینه‌ای نشون میدی، بالا میبری. هر چقدر پایین‌تر باشه تو پایین میبری. بازی شما هر شب امکان داره تغییر بکنه، چون شما در ارتباط با چی هستید؟ با هم هستید و رابطه خیلی مستقیم با هم دیگه دارید. ضمن اینکه هر دوتون دارید برای کی بازی میکنید؟ تماشاگر. یعنی تو و بازیگر روبرود که دارید با هم بازی میکنید خیلی زیر چشمی نگاهتون به تماشاگرم هست و اگر احساس کنید تماشاگر داره از دست میده بلافاصله تو بازیتون تغییری ایجاد میکنید که این ضلع مثلث کامل بشه، که ناظر با شما همراه بشه. پس شما یه مثلث میسازید با کی؟ با تماشاگرتون. پس همزمان بچه‌ها دو بازیگر و تماشاگر بر روی صحنه حضور دارن و حضور همدیگه رو حس میکنن و بر همدیگه چی میذارن؟ تأثیر میذارن. حالا سعید چون تو جلوی دوربینم بودی ببینیم چه فرقی کرد. بازیگر مستقیم تو جاش عوض میشه، تبدیل میشه به چی؟ دوربین. خیلی وقتا بچه ها توی فیلم ممکنه نماهای سعید رو الان بگیریم و نماهایی که محمد رضا داره شاید محمد رضا اصلا نباشه، ما بگذاریم محمد رضا رو مثلا چند روز بعد بگیریم. یعنی همون لحظه حس مقابل یا واکنش آینه‌ای تو از محمد رضا نمیگیری. یا خیلی وقتا اصلا محمد رضا حضور نداره، شاید محمد رضا یه ربات باشه یا انیمیشن باشه، ولی همیشه تو باید حضورش رو حس کنی. ولی در برابر چی؟ دوربین. یعنی تو وقتی با بازیگر مقابلت داری بازی میکنی روی صحنه تئاتر بلافاصله متوجه میشی داری خوب بازی میکنی یا گم میزنی، چون هم بازیگر مقابلت بهت ریاکشن نشون میده هم تماشاگر داره بهت ریاکشن نشون میده. ولی در برابر دوربین تو با یه آبژه طرفی که هیچ واکنشی به تو نشون نمیده، ولی از اون طرف تو مطمئنی این دستگاه، این ابزار به شدت قسی القلبه. یعنی دوربین هیچی رو نمیبخشه. امکان داره بازیگر نقش مقابلت بعضی جاها ببینه تو کم آوردی چیکارش کنه؟ ترمیمش کنه، یه جوری بهت کمک کنه. دیالوگ تو یادت رفت اون بهت میرسونه، یا بازیت یادت رفت اون تو میزانسه حرکت میکنه که تو رو ترمیم کنه. ولی دوربین اساسا این کارا رو نمیکنه. دوربین مثل این نوره همینجوری زل زده به تو و تو باید حدس بزنی از تو راضی نیست. یک قضاوت بیرحمانه نسبت به تو داره. و بعد جای تماشاگر رو کی میگیره بچه‌ها؟ بازم دوربین. آفرین، کی گفت بازم دوربین؟ چرا؟ اسمت چیه؟ هستی. بگو هستی جان چرا؟ چون به هر حال در آینده که میخواد مخاطب فیلم رو تماشا کنه بازم از زاویه دید دوربین قرار. آفرین. این خیلی درسته. این اصلا غلط نیست. اینم خیلی درسته. ولی تو باز تماشاگر چطور این یه آبژه بود؟ که داری باهاش میکنی. این تماشاگر تو چیه؟ فرضیه.
همونطور که بازیگر روبروی تو میتونه فرضی باشه، اینم چیه؟ فرضیه. تو هیچ جور نمیتونی تضمین کنی که تماشاگر از تو خوشش بیاد یا نیاد، چون تماشاگر حضور نداره که بلافاصله تو رو قضاوت کنه. درسته؟ حالا برگردیم به اون صحنه کیلیان مورفی. پس یکی از فرقا چیه؟ کیلیان مورفی جلوی چی وایساده؟ جلوی پیکاسو، نقاشی پیکاسو وایساده. دوربین یه نما از کیلیان مورفی میگیره که نصف صورتش تاریکه، نصف صورتش چیه؟ روشنه. دوربین حرکت میکنه به طرف این. از نگاه کیلیان مورفی هم حرکت میکنه به طرف نقاشی که یه چشم داره به ما نگاه میکنه، یه چشم هم داره به مقابل نگاه میکنه، مال پیکاسو، و برمیگرده نسبت به این. چی به ما القا میشه به عنوان تماشاگر؟ کیلیان مورفی انگار جلو آینه وایساده، درسته؟ انگار داره خودشو میبینه. نگاه به روبرو و نگاه به آینده. یه چشم داره زمان حال رو میبینه، یه چشم داره به طرف آینده و گذشته نگاه میکنه. شناور در زمان. اتفاقی که برای بازیگر میفته، برای اوپنهایمر میفته. چی رو به ما نشون میده؟ که توی سینما یه ابزار دیگه هم ما داریم بچه‌ها، اسمش چیه؟ تدوین. پس یک بازیگر که میخواد برای دوربین بازی کنه باید ابزار سینما رو بشناسه. همونطور که بازیگری که برای تئاتر بازی میکنه باید ابزار نمایش رو بشناسه، باید میزانسن رو بشناسه، نسبتش به کارگردان رو بشناسه، نسبتش به بازیگر مقابل رو بشناسه، بدنش رو بشناسه، بیانش رو بشناسه، همه اینا رو بشناسه. بازیگری هم که برای دوربین بازی میکنه هم باید بر خودش مسلط باشه، هم بر چی؟ ابزار سینما. خب کیلیان مورفی اگر میخواست تو تئاتر بازی کنه، میخواست همین نقش رو بازی کنه، همین چیز رو بازی کنه، میتونست بچه‌ها؟ نه نمیتونست. باید ترجمه میشد به ابزار تئاتر. باید ترجمه شد به چی؟ ابزار تئاتر. این نتیجه رو ما وقتی میگیریم که تبدیل شده به ابزار سینما. پس فعلا دو چیز، فعلا این دو چیز رو داشته باشه، یه تیکه فیلم رو میبینیم باز برمیگردیم به چیز. پس بازیگر سینما بعد از همون بحث انتخاب خوب که شما گفتید، یک، باید بداند که برای دوربین بازی میکنه. باید بداند که برای چی بازی میکنه؟ برای دوربین بازی میکنه. یعنی اگر در یک میزانسن همزمان دو بازیگر حضور نداشته باشن، او بازیگر مقابل رو حس نخواهد کرد. بازیگر مقابل او دوربین است. یک. دو، ریاکشن مستقیم از تماشاگر رو همزمان نمیگیره. یعنی اتفاقها در زمان حال اتفاق نمیفته. تا وقتی که روی پرده دیده نشه بازیگر نمیتونه حدس بزنه چقدر موفق بوده. درست شد؟ پس نقش تماشاگر رو هم حذف میکنیم توی سینما. کارگردان، درسته بچه‌ها، کارگردان تئاتر و کارگردان سینما با هم یک وظیفه رو دارن، ولی باز هم در ابزار خیلی متفاوتن.